اسمم یادگار رستمی، متولد 1382 تو مریوان آغاز به فوتبال کردم. تو باشگاه اوراز مریوان فوتبال کردم تو سالن. شیرمردی از خطه کردستان. یادگار به آکادمی بگو، این آلمانی چجوری میگی آکادمی کی؟ کیا فوتبال اکادمی است. Herzlichen Glückwunsch, das sind die Besten dieses Turnier in der Altersklasse U11. Dankeschön alle, und bei uns geht's weiter, die nächste Altersklasse, nämlich die U13. Ich sag's euch, ich freue mich schon auf die Überraschung. Vielleicht gibt's Süßigkeiten, ich weiß es selber nicht. Schauen wir mal, was alles da rauskommt. Altersklasse U13, Platz Nummer 3. Gratulation an das Team des FC Basel. چجوری زدی گلا رو؟ یکیش با شوت و یکیش پاس دادن. Wir haben einen neuen Spielstand. Es steht unentschieden. بهترین گلزن یادگار رستمی. باریکلا. Und wir machen weiter in unserer Platzierung und gratulieren zum 6. Rang unsere Gäste aus dem Frankenland der Spielvereinigung Greuther Fürth. یادگار چیکار میکنی؟ من از روستا اومدم، دوست دارم به روستام و خونه آدم کمک کنم. من فوتبال رو شروع کردم که یه روزی به یه جایی برسم و به خونه آدم کمک کنم. من روزی دوست دارم تو ورزشگاه آریانس آرنا در تیم بایر مونیخ بازی کنم. سلام خدمت همه دوستان، مخصوصا کسایی که اخبار آکادمی کیا رو تو این چند ساله پیگیری کردن. امروز روز خیلی خوب بود برای ما. بعد از 7 سال تلاش شبانه روزی، همه کسانی که زحمت کشیدن تو این 7 سال در آکادمی کیا، ما تونستیم به روز تاریخی بهمون رقم بزنیم و بازیکنی که
از سن 10 سالگی پیش ما بود. یادگار رستمی بعد پیش روزه کرد که بهترین آکادمیای لهستان، یکی از بهترین باشگاهایی که در لیگ لهستان فعلا حضور داره، باشگاه پوگونشتی. من خیلی خوشحالم، موضوع خیلی خوبیه، نشون میده که زحمات این چند ساله ما بار نشست، کاری که کرده بودیم و این نوید رو به همه کودکان ایران، نوجوانان ایران، مثلا کسایی که در نقاط محروم دارن زندگی میکنن، میده که اگر تلاش کنید، زحمت بکشید، به اون چیزی که حقش هست خواهید رسید. نمونه بارزش الان اینجا یادگار از یکی از مناطق محروم ایران، از کردستان، از این روستا پلان ساواجی اومد، زحمت کشید، تلاش کرد تو این 7 سال و تونست الان اون آرزویی که داشت برسه. اون چیزی که ما براش پیش‌بینی کرده بودیم، بازی کردن در تیم اروپایی و انشاءالله قدم‌های بعدی هم بهتر برداره و من یه روزی پیش‌بینی کردم که در یکی از بهترین باشگاه دنیا بازی خواهد کرد، انشاءالله به اون هدفش هم برسه و روز خیلی خوبی بود. یکی از بهترین روزاییه که من تجربه کردم در زندگیم و اون چیزی رو که وظیفه داشتم نسبت به فوتبال ایران و اون چیزی که فوتبال ایران به من داده بود تا بتونم سالها ازش بهره ببرم، وظیفه خودم می‌دونستم که یه جوری برگردونم به فوتبال مملکتم و فوتبال بهترین راهش بود که بچه‌هایی که از نقاط محروم ایران بودن جمع کردیم، آموزششون دادیم. خیلی هم سخت بود توی 7 سال، ولی خدا رو شکر می‌کنم که ما به نتیجه خیلی خوبی رسیدیم و امیدواریم که این راه ادامه داشته باشه و بتونیم بازیکن‌های بیشتری رو برسونیم به اون آرزوهاشون. توصیه که دارم تلاش کنید، حتی اگر از محروم‌ترین جاهای ایران هستید استعدادتون رو نذارید هدر بره، تلاش کنید و امیدوارم که ارتباطات خیلی خوبی بیفته بعد از این، هم برای آکادمی ما هم برای فوتبال ایران. یادگار اگه صحبتی دارید. خب به نام خدا، منم خیلی خوشحالم، واقعا نمیدونم چی بگم که این همه سال، این همه زحمت، این همه دوری از خانواده، از 10 سالگی اومدم تو آکادمی آقا مهدی. واقعا مدیون آقا مهدی هستم. تو این همه سال، 7 سال زحمت، خیلی دوست داشتم که ترانسفر یعنی لژیونر بشم به تیمای خوب اروپا و خیلی الان خوشحالم که توی یکی از بهترین تیمای لهستان هستم و امیدوارم به جای بالاتر برسیم. یه تشکری هم بکن از کسایی که واسه زحمت کشیدن، از اون مربیایی که مریوان داشتی، از پدر مادرت، واقعا به زبان کردی، به زبان خودت تشکر کنم، خیلی بهتره. تشکر کنم لخانواده محترم که واقعا لم همون سالا نزدم والله شي بلام زور زحمتی هم با کشاوم که تا ایره هاتوم و ایشالله بتوانم به پیشرفتم جواب زحمتکان تام بنم. زور من یه تشکر ویژه من بکنم از پدر مادر یادگار که هیچ دخالتی تو این چند سال نکردن و اجازه دادن که این بچه پیشرفت کنه و تصمیمات فوتبالی رو ما براش بگیریم و ازشون تشکر میکنم، از تمام کسایی که واسه این چند سال زحمت کشیدن تو آکادمی، از آقادی که از اول بوده زحمت کشید تو این آکادمی تا بقیه مربیات تک تک همه اجزایی که زحمت کشیدن. امروز روز خیلی خوبی برام بود.